با بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان سلام. من رابط پروفسور باز با شما در برنامه نوبتی با هم میابیم. امروز نیز ما برای اشتراکچیان سوالهای جالب و شوق‌آور را آماده نموده‌ایم. باور دارم که شما نیز در برابر اشتراکچیان برنامه ما با سوالها پاسخها را جویا میشوید. در برنامه امروزه ما دو نفر نورس فعال، صفیه سفرزاده خواننده صنف سوم مؤسسه تعلیمی خصوصی با نام عبدالرحمن جامع شهر دوشنبه و رابعه قادرova خواننده صنف سوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 ناحیه سینای شهر دوشنبه اشتراک میکنند. صفیه به فنهای متماتیک و زبان مادری شوق دارد. او در آینده میخواهد دکتر دندان شود، زیرا دندان درد را خیلی زیاد بد میبیند. رابعه نیز فنهای متماتیک و زبان مادری را دوست می‌دارد. او باشد در آینده می‌خواهد محاسب شود، زیرا فنهای دقیق از جمله متماتیک را به نهایت زیاد دوست می‌دارد. به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. شما باره برنامه با هم می‌بیم را تماشا کرده اید؟ بله. فکر می‌کنم که شما به شرط‌های برنامه آشنایی دارید. بله. چگونه هستند؟ در برنامه با هم می‌بیم 3 تا شرط هست. یکم شرط است با وریانت ها، دوم شرطش درست نادرست، سوم شرط دو سپارشی است. خوب از این برمیاد که شما خوب آگاهی دارید وابسته به برنامه امروزه ما. من یک چیز میگویم به شما صفیه و رابعه. در این برنامه سوالها وابسته به موضوعهای گوناگون هستند. شاید شما باری هم روبرو نشده باشید، ولی من باور دارم که با پیشنهادی وریانت ها و این چنین درست نادرست بودن شما میتوانید که با آنها پاسخهای درست گردانید. راضی هستید که برنامه را آغاز کنیم؟ بله. خوب، اگر چنین است به سوال اول را برای شما پیشنهاد میکنم و با هم فکر کرده پاسخ آن را میابید. سیاره ششم در نظام آفتابی چی نام دارد؟ سیاره ششم در نظام آفتابی چی نام دارد؟ وریانت ا مرکوری، وریانت ب ساتورن، وریانت و نپتون. خوب، مشورت میکنیم. ما به خلاصه آمدیم که جواب درست وریانت ب ساتورن است. یعنی به اندیشه شما سیاره ششم در نظام آفتابی این ساتورن است؟ بله. شاید مرکوری باشد؟ نه، ما فکرمان را عوض نمی‌کنیم. باور دارید؟ بله. از کجا این را میدونید؟ ما در کتاب با این روبرو شدیم. یعنی الکی میدونید؟ بله. باز کدام سیاره ها را شما نامبر کرده میتوانید؟ سیاره زمین، نپتون، زحل و غیره. خوب، خلاصه آخران شما سیاره ششم در نظام آفتابی چی نام دارد؟ ساتورن. یعنی ساتورن. خوب، اگر چنین است به چند خال واگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ به 10. باید بگویم که شما از رقم 1 تا رقم 10 میتوانید یکی را انتخاب کنید. ما جوابمون را به 10 خال واگذاری میکنیم. خوب، اگر چنین است به توجه میکنیم به شرح این سوال. ساتورن سیاره ششم نظام آفتابی است. از روی حجم باشد میان سیاره های نظام آفتابی جای دوم را اشغال می کند. نشانه اساسی سیاره ساتورن این حلقه های می باشند که در گرد آن دور می زند. این حلقه اصلا از یخباره ها، چنگ و غبار و بعض الیمنت های دیگر تشکیل یافته است که به شرافت میدان مگنیتی سیاره ساتورن در گالاکتیکا پهن نمی شوند و میان زمین و ساتورن باشد عنقریب 1660 میلیون کیلومتر می باشد. سال 1997 اولین مرتبه به سیاره ساتورن ماهواره آموزشی روان کرده شد و به این وسیله دایر به این سیاره اسرارآمیز معلومات های نو دسترس گردیدند.
و شما هستن و آفرین میگویم پاسخ شما کاملا درست است. من به شما باز هم آفرین میگویم که توانستید که به سوال اول پاسخ درست گردانید. میگذاریم به سوال دوم در شرط اول برنامه با هم میابیم. با دقت باشید. عضو کلانترین داخلی ارگانیسم انسان کدام است؟ عضو کلانترین داخلی ارگانیسم انسان کدام است؟ واریانت ا جگر، واریانت ب دل، واریانت و شش. ما با خلاصه اومدیم که جواب درست واریانت ا جگر است. شاید دل کلانتر باشد. نه. شش چی؟ شش؟ نه. رابعه شما چی میگید؟ من با اندیشه صفیه روزی هستم. یعنی عضو کلانترین داخلی انسان این جگر است. بله. باور دارید؟ بله. بعد چند خود باگذاری میکنید؟ و بده خود. باز هم بده؟ بله. نادرست باشه چی؟ راه افتاده نمیشه. خوب اگر چنین است من وقت را به درازا نمیکشم، بیاید با هم شرح این سوال را میبینیم. جگر عضو کلانترین ارگانیسم انسان بوده اعضای حیاتاً مهمی موجودات ستون مهره‌دار خصوصا آدم به حساب می رود. این عضو در قسم شکم جایگیر بوده از دو قسمت اساسی چپ و راست عبارت است. جگر در ارگانیسم انسان ها یک چند وظیفه را اجرا می کند: به ضرر گردانی ماده های بیگانه، خارج کردن ماده های زیان آور، تامین کردن ماده های حیاتاً مهم به مثل ویتامین ها و گلوکوز، زیادگردانی و ذخیره سازی ماده های قوت دهنده، آمیزش و یکجا سازی خلسترین، همزمان قسماً برای تامین نمودن گردش خون نیز مساعدت می کند. باز هم به شما حسن و آفرین پاسخ نوبتی کاملا درست است. صفیه و رابعه، حالا شما صاحب 20 خال می باشید و اکنون میگذاریم به سوال سیوم در شرط اولی برنامه تلویزیونی با هم میابیم. با دقت باشید. متل از همه سبکترین چی نام دارد؟ متلی از همه سبکترین چی نام دارد؟ واریانت ا آهن، واریانت ب آلومینی، واریانت و لیتی. رابط پروفسور واریانت ها رو یک بار دیگر تکرار میکنید؟ بله با دقت باشید. متل از همه سبکترین چی نام دارد؟ متل از همه سبکترین چی نام دارد؟ واریانت ا آهن، واریانت ب آلومینی، واریانت و لیتی. ما با خلاصه آمدیم که از همه متل سبکترین آلومینی است. خوب اندیشه شما آلومینی سبک است؟ بله. بار آن را داشته در دست خویش؟ نه. برای مثال ظرف های آلومینی هستند که استفاده برده؟ نه. نخواد. شاید آهن سبکتر باشد. نه. لیتی چی؟ شاید شما پاسخ خود را عوض میکنید؟ نه، ما پاسخ خودمان را عوض نمیکنیم. شما تخمین میکنید و یا باور دارید؟ باور داریم. یعنی به اندیشه شما متل از همه سبکترین آلومینی است. بله. اگر نادرست باشه چی؟ رفتاد نمیشه. خوب، من کوشش کردم که شما پاسخ خود را عوض کنید اما نکردید. با چند خال باگذاری میکنید؟ با پنج. یعنی با 5 خال باگذاری میکنید؟ بله. خوب اگر چنین است بیاید توجه میکنیم به شرح پوره این سوال.
металли аз ҳама сабуктарин миёни элементҳои химиявӣ ин литий мебошад. Литий моддаи маҳину мулоим буда ранги сафеди нуқрагин дорад. аввалин маротиба олим Гефри Деви дар соли 1818 металли литийро ҳосил кардааст. номи ин металл аз ҷои дарёфтшудааш сарчашма мегирад. ҷои дарёфтшудаи литий бошад миёни сангҳост. калимаи лит аз забони юнонӣ гирифта шуда маънои сангро дорад. яке аз сарчашмаҳои металли литий ин соҳили баҳрҳои шӯр ба ҳисоб меравад. дар як қатор давлатҳои ҷаҳон аз қабили Чили, Боливия, иёлоти муттаҳидаи амрико, Аргентина, Конго, Чин ва Бразилия захираи зиёди ин намуди металл мавҷуд аст. мутаассифона посухи навбатии шумо нодуруст аст. ва ман як чизро таъкид мекунам ки бояд шумо саросима нашавед, хуб фикр кунед. ва шумо гуфтед ки мо алюминийро боре ҳам надидем ва ё истифода набурдаем гуфтед. фикр мекунам ки ҳатман шумо дар хона бо ҳар гуна лавозимоти алюминӣ рӯбарӯ шудаед, махсусан зарфҳои махсусе ки аз он волидайни шумо ва ё шояд худи шумо истифода мебаред. албатта фикр мекунам ки баъд аз ин ҷо рафтан дар бораи алюминий ва дигар металлҳо кӯшиш мекунед ки маълумоти пурратар гиред. ҳамин гуна аст Сафия? бале. роҳафтода нестед? Не. албатта роҳафтода нашавед, зеро саволҳо айни ҳол дар пеш ҳастанд. биёед акнун мегузарем ба саволи охирон дар шарти аввали барнома. бо диққат бошед. аз ҳама ҳашароти тезпарвозкунанда кадом аст? аз ҳама ҳашароти тезпарвозкунанда кадом аст? варианти А сӯзанак, варианти Б шоҳпарак, варианти В магаз. машварат мекунем? мо ба хулосае омадем ки аз ҳама ҳашароти тезпарвозкунанда ин сӯзанак аст. робия шумо чӣ мегӯед? ман ба андешаи София розӣ ҳастам. шояд шоҳпарак бошад. магаз чӣ? ки онро паша низ мегӯянд. Не. хуб, хулосаи шумо кадом аст аз ҳама ҳашароти тезпарвозкунанда? сӯзанак. боре дидед сӯзанакро? бале. чӣ гуна парвоз мекунад? хеле тез. ин маълумотро шумо аз куҷо дарёфт кардед? мо дар телевизионҳо дар бораи сӯзанакҳо маълумот дида будем. хуб, яъне ба андешаи шумо ҳашароти тезпарвозкунанда сӯзанак аст? бале. агар чунин аст ба чанд хол бовгузорӣ мекунед? ба 10. яъне ба 10 хол бовгузорӣ мекунед? бале. хуб, агар чунин аст биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба шарҳи ин савол. сӯзанакҳо шикорчиёни махсуси фаъол ба ҳисоб рафта ғизоро ҳангоми парвоз дарёфт намуда ҳамзамон истеъмол мекунанд. навъҳои гуногуни сӯзанакҳоро дар ҳамаи қитъаҳо ба истиснои антарктида вохӯрдан имкон дорад. бисёр аз сӯзанакҳо қодиранд дар як сония 10-15 маротиба бол зананд ва суръати ҳаракати онҳо ба 36-55 километр дар соат мерасад. آفرین به شما، پاسخی نوبتی کاملا درست است. صفیه و رابعه، من به شما احسان و آفرین میگویم که توانستید در شرط اول برنامه صاحب 3 خال شوید. آفرین. اگر آماده باشید میگذاریم به شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خوب با دقت باشید، شرط دومی برنامه نام دارد درست و نادرست. در این شرط ما برای شما 4 دلیل پیشنهاد میکنیم. شما باشید درست و یا نادرست بودن آنها را برای ما پیشنهاد میکنید. فهم است؟ بله. خوب، دلیل اول را پیشنهاد میکنم، با دقت باشید. در کره زمین 4 متریک وجود دارد. در کره زمین 4 متریک وجود دارد. این دلیل درست است یا نادرست؟
ما با خلاصه آمدیم که این دلیل نادرست است. یعنی به اندیشه شما در کره زمین 4 ماتریک وجود ندارد. پس چند ماتریک است؟ با اندیشه ما در کره زمین 6 ماتریک است. من هم باور دارم که در کره زمین 6 ماتریک است، نه اینکه 4 تا. خوب، ماتریکی که ما در آن زندگی میکنیم چی نام دارد؟ ما در ماتریک اوراسیا زندگی میکنیم. باز کدام ماتریک ها رو میدونید؟ باز ماتریک های افریقا، استرالیا، امریکای جنوبی، امریکای شمالی. یک ماتریک دیگر است که او یک بسته است، او را انتارکتیدا مینامند. یعنی به اندیشه شما این دلیل نادرست است؟ بله. بعد چند خود بگذاری میکنید؟ اگر چون است به توجه میکنیم به شرح این دلیل. در کره زمین 6 ماتریک موجود است. ماتریک و یا قطعه میدانی خیلی هم وسیع خشکی می باشد که شماره آنها در زمین به 6 تا می رسند: اوراسیا، افریقا، امریکای جنوبی، امریکای شمالی، انتارکتیدا و استرالیا. مساحت همه ماتریک ها در یک جایگی 139 میلیون کیلومتر کوادراتی را تشکیل می دهد. همه ماتریک ها از هم در مسافه معین جایگیر بوده آنها را اقیانوس ها جدا می کنند. کلانترین ماتریک عالم این قطعه اوراسیا به شمار می رود که 54.5 میلیون کیلومتر کوادراتی مساحت دارد. آفرین به شما، پاسخ داده شما کاملا درست است. بگذاریم به دلیل دوم، با دقت باشید. کانادا در خریطه شکل پایافزال زمستانه را دارد. کانادا در خریطه شکل پایافزال زمستانه را دارد. این دلیل درست است یا نادرست؟ رابط پروفسور دلیل را باری دیگر تکرار میکردیم. با دقت باشید. کانادا در خریطه شکل پایافزال زمستانه را دارد. این دلیل درست است یا نادرست؟ ما با خلاصه آمدیم که این دلیل نادرست است. یعنی به اندیشه شما در خریطه شکل پایافزال زمستانه را ندارد؟ یک دولتی است که چنین شکل دارد در خریطه جهان. کدام دولت باشد؟ اگر کانادا نباشد کدام دولت است؟ به فکر ما ایتالیا چنین شکل دارد. خب رابعه، شما چی اندیشه دارید؟ به اندیشه من هم کانادا چنین شکلی پایافزال را ندارد. خب یعنی به اندیشه شما این دلیل نادرست است؟ بله. باور دارید؟ بله. بعد چند خود باگذاری میکنید؟ به 8. یکی از شما 8 میگوید، یکی دیگر 10. خوب فکر کنید. خلاصه شما به 10. به 10. توجه میکنیم به شرح این دلیل. جمهوری ایتالیا در اروپا جایگیر بوده 60 میلیون اهالی دارد. جمهوری ایتالیا با فرانسه، شویتزاریا، استریا، اسلوونیا، واتیکان و سان مارینو هم سرحد می باشد. پرچم ایتالیا به مثل پرچم جمهوری ما از رنگ‌های سبز، سفید و سرخ عبارت است. از روی ساختار اکونومی جای سوم را در میان دولت‌های اروپا می‌گیرد. آفرین به شما، پاسخی داده شما کاملا درست است. حالا شما صاحب 50 خال می باشید و باور دارم که اگر زیرکی و هوشیاری را از دست ندهید تا انجام برنامه خالهای خوب به دست میارید. اکنون میگذاریم به دلیل سوم در شرط دومی برنامه تلویزیونی با هم میابیم. با دقت باشید. فیل در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب می رود. فیل در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب می رود. این دلیل درست است یا نادرست؟ ما با خلاصه آمدیم که این دلیل نادرست است. پس به اندیشه شما چند ساعت خواب می رود فیل؟ به اندیشه من فیل 6 ساعت خواب می رود. و مانند بعضی از انسان ها؟ بله. بار دیگر فکر کنید. من از شما خواهش میکنم که خوبتر فکر کنید. فیل در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب می رود. این دلیل درست است یا نادرست؟ ما فکرمان را عوض کردیم. این دلیل درست است. چرا زود عوض کردید شما؟
برای آنکه فیل به مانند انسان‌ها بعضی انسان‌ها 6 ساعت خواب نمی‌رود. یعنی 2 ساعت خواب می‌رود. شما این را تخمین میکنید و یا اینکه با کمک من شما عوض کردید پاسخ خود را؟ تخمین میکنیم. تخمین میکنید. شما عموما درباره فیل‌ها معلومات دارید؟ بله، ما درباره فیل‌ها معلومات داریم. آنها خرطومی دراز دارند. شما چی را بیا؟ فیل را در کجا دیدید شما؟ من فیل را در رسم‌ها و در تلویزیون دیدم. خب اکنون باید خلاصه میبراریم. خلاصه نهایی شما را. فیل در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب میرود. این دلیل درست است یا نادرست؟ درست. و چند خال واگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ به 7. و چند خال؟ به 7. یعنی به 7 خال واگذاری میکنید. بله. توجه میکنیم به شرح این دلیل. فیل ها را عائله پوست‌قفص ها میگویند. فیل ها یگانه عائله به حساب می روند که از گروه حیوانات خرطومدار در صنف شیرخوارها باقی ماندند. محققان معین نمودند که فیل ها در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب می روند. با وجود این از کمخوابی اذیت نمی کشند. علاوه بر این فیل ها در 3-4 روز تنها 1 مرتبه خواب می بینند و خلاص. این دلیل درست است. آفرین بر شما، پاسخ نوبتی کاملا درست است. صفیه و رابعه، اکنون در شرط دومی برنامه آخرین دلیل باقی مانده است. باور دارم که شما می توانید که با زیرکی و دانایی خویش پاسخ درست گردانید. با دقت باشید. در بحر مرده آدم غرق نمی شود. در بحر مرده آدم غرق نمی شود. این دلیل درست است یا نادرست؟ ما به خلاصه آمدیم که این دلیل درست است. یعنی به اندیشه شما در این بحر آدمان غرق نمی شوند؟ نه. چرا؟ سبب چی باشد؟ و فکر ما که از سببی که آب خیلی شور است آدم غرق نمی شود. یعنی به اندیشه شما آب بحر مرده شور است؟ بله. نه. خب من نمیفهمم شما را. رابعه دیگر چیز میگوید، صفیه دیگر چیز. خوب مشورت کنید بار دیگر. در بحر مرده آدم غرق نمی شود. درست است یا نادرست؟ رابط پروفسور، به اندیشه ما این دلیل درست است، چون که آب وی به نهایت شور است، آدم غرق نمی شود. خب خلاصه آخران شما، در این بحر یعنی در بحر مرده آدم غرق می شود یا نه؟ غرق نمی شود. غرق نمی شود. خب شما با چند خال واگذاری میکنید؟ با 10 خال. توجه میکنیم به شرح این دلیل. بحر مرده یکی از شورترین بحرهای سیاره زمین به شما رفته میان دولت‌های اسرائیل و اردن جایگیر است. درازی بحر مرده 67 کیلومتر، پهنایی 18 کیلومتر و موضع چقرترینش 306 متر را تشکیل می‌دهد. از سبب بزیاد شور بودن این بحر در آن اصلا ماهی‌ها شنا نمی‌کنند، ولی ماده‌های دیگر به مثل زنبورهای استوار و تاب‌آور به این گونه اقلیم‌ها در بحر مرده به نظر می‌رسند. در اصل شوری این بحر سبب می‌گردد که انسان در آن غرق نمی‌شود. آفرین بر شما، پاسخی داده شما کاملا درست است. صفیه و رابعه، اینجا شرط دومی برنامه نیز به انجام رسید و من حساب کردم خالهای شما را که رسیدم به 67 خال. بازم به شما حسن و آفرین میگویم و در پیش ما را یک شرط دیگر انتظار است که در آن به شما 2 سپارش داده می شود. اگر شما آماده باشید میگذاریم به شرط سیوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خب در شرط سیوم ما برای شما 2 سپارش پیشنهاد میکنیم. در سپارش اول برای شما 10 کلمه پیشنهاد می شود و باید بگویم که هر یک کلمه حرفهایشان با همدیگر آمیخته هستند. شما هر یک حرف را جا به جا گذاشته کلمه را
درست میکنید. برای هر یک کلمه درست کرده شما صاحب یک خاله میشوید. برای شما این شرط فهم است؟ بله. تنها به شما 1 دقیقه وقت داده می شود. با درست کردن هر یک کلمه یک خاله را صاحب می شوید. خوب، با اشاره من آغاز می کنید. انگور، پرینتر، تلفن، تکنولوژیا، باغبون، کوهستار، کامپیوتر، محتاب، بله، محتاب. نهمش چی؟ ما در مکتب چیکار میکنیم؟ امروز، نه، امروز نیست. امشب، آموزش، بله، قهرمان. بله، وقتی شما به انجام رسید من به شما احسن و آفرین میگم که توانستید در مدت 1 دقیقه همه کلمه ها را حرفهایشان را جابجا گذاشته صاحب 10 خاله ایلاگی شوید. آفرین. البته این کلمه ها چنین بودند: انگور، پرینتر، تلفن، تکنولوژیا، باغبان، کوهسار، کامپیوتر، محتاب، آموزش و قهرمان. آفرین. در سپارش دوم ما برای شما یک رسم را پیشنهاد میکنیم که آن در 2 قسمت میباشد. عمیق‌ترش یک رسم است ولی در آن فرقت ها وجود دارد. باید بگویم که در رسمی که عین حال من برای شما پیشنهاد میکنم 5 فرقت اساسی وجود دارد. برای هر یک فرقتی که شما از این رسم پیدا میکنید صاحب 2 خاله میشوید. تنها 1 دقیقه وقت دارید. با اشاره من آغاز میکنیم. مرحمت. در رسم یکم 3 تا ابر می باشد. در رسم دوم باشد 4 تا است. در رسم یکم در نزد مرغ تخم است. در رسم دوم تخم نیست. در رسم یکم مرغ بالش را نبرداشتگی است. در رسم دوم باشد بالش را برداشتگی است. در رسم یکم دم خروس سرخ است و در رسم دوم کبوت است. در رسم یکم درختها جابجا گذاشته شدند. در رسم دوم باشد به مانند وی نیست. آفرین به شما. شما توانستید که همه فرقت ها را از این رسم پیدا نمایید. احسن و آفرین به شما. واقعا هم در این رسم 5 فرقت اساسی موجود بود که آن تخم، ابر، درختان، دم خروسک که رنگش فرق میکرد، این چونین یک بال مرغ. احسن و آفرین به شما. اینک به خالهای شما باز 10 خال دیگر علاوه شد. آفرین. صفیه و رابعه، من همه خالهای شما را اکنون حساب کردم که شماره عمومی آنها رسید به 87 خال. و شما احسن میگویم برای چنین شماره خیلی خوبی خالها. خوب صفیه، وابسته به برنامه امروزه ما شما چی اندیشه دارید؟ اندیشه دارم که ما از سوالای جواب ندادگیمان خبردار شدیم و آنها را از نو می‌آموزیم. کدام سوال برای شما دشوار بود؟ از همه متلی سبکترین. یعنی به اندیشه شما این از همه سوالی دشوارترین در برنامه بود؟ باور دارم که بعد از این برنامه حتما شما درباره متل ها معلومات جستجو میکنید. همین گونه است؟ بله. خوب رابعه، شما چی اندیشه دارید وابسته به برنامه امروزه ما؟ من خرسندم که به این برنامه آمدم و خیلی چیزهای نو را آموختم. کدام سوال برای شما جالب تر بود؟ سوال جالب تر این کدام حشرات
تستر پرواز میکند. یعنی برای شما این خیلی جالب بود. بله. سوال آسان ترین کدام بود؟ سوالی آسان ترین از همه اوزی کلانترین کدام اوز است؟ با همسالان خود چی توصیه میدهید صفیه؟ توصیه میدهم که باز هم هیچ گاه دستشان را از علم آموزی نکشند. شما چی اندیشه دارید و چی گفتنی دارید به همسالان خود رابعه؟ من به همسالان خود گفتنیم که به برنامه با همه بیم اومده دانش و ملکه خود را سنجند. سلامت باشید. ما نیز تهیه‌گران برنامه تلویزیونی با هم می‌یابیم. مخصوصا خودی من رابط پروفسور به شما، به والدین و به آموزگاران شما عرض سپاس خود را می‌رسانم که شما را آماده کردند تا آمده در این برنامه اشتراک کرده دانش خود را سنجید و باور دارم که همه تماشابینانی که عین حال شبکه دوست داشتنی و عائلوی بهارستان را تماشا دارند آنها نیز در قطار شما به سوالها پاسخها را جویا شدند. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان یادرس می شویم که در برنامه امروزه ما 2 نفر نورس فعال صفیه سفرزاده خواننده صنف سوم مؤسسه تعلیمی خصوصی به نام عبدالرحمن جامی شهر دوشنبه و رابعه قادیروه خواننده صنف سوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 ناحیه سینای شهر دوشنبه اشتراک نموده در عموم صاحب 87 خال شدند. بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان اینجا برنامه نوبتی با هم می‌یابیم به انجام می‌رسد. من رابط پروفسور باز می‌روم به جستجوی سوال‌های نوبتی برای نشرهای من بعدی برنامه با هم می‌یابیم. تا برنامه‌های آینده خیر، سلامت و کامیاب باشید و با تلویزیون بهارستان بودن را هیچگاه فراموش نسازید. خیر.